حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بسیار ترس خدای زیاد داشتن، خدا ترسیشو از حد زیاد بود، تقواشو از حد زیاد بود که پیغمبر بزرگوار گفتن ای عمر، در هر کوچه‌ای که تو داخل شوی از او کوچه شیطان فرار میکنه. تن ای عمر، شیطان قوت و طاقت نداره که به تو ملاقات کنه، روپرو شوه. هر جایی که فوق العاده مبادا که شیطان به تو روپرو شوه، وی میگرده به دهان میزنه، به دست و پا خود را از نزد شما نابود میکنه. یعنی شیطان طاقت ملاقات و دیدار شما را نداره. چقدر از شما شیطان میترسه. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این سخن را در وصف حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت می فرمایند که من میگه وقتی که شب معراج رفته بودم، در جنت خداوند برای من یک قصری را نشان داد که خیلی قصر زیبا، خیلی قصر عالی و کلام بود که یک گوشتش از طلا و دیگرش از نقره. میگه جناب پیغمبر گفت که پرسیدم، گفتم این قصری کی هست؟ میگه جبرائیل علیه السلام گفت که این قصر عمر ابن الخطاب است. این قصر زیبا قصر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. جناب پیغمبر گفت که من خواستم که داخل قصر شوم تماشا کنم که چون که خیلی قصر زیبا بود، اما ای عمر غیرتی تو در فکر من آمد، یعنی من داخل قصر نشدم. میگه حضرت عمر گریان شدن، گفتن یا رسول الله، پدر و مادرم فدای شما، جانی من فدای شما باد، غیرتی من در نزد شما چی هست؟ من غیرتی چی دارم؟ همه من فدای تو باد. یعنی که جناب پیغمبر گفتن که من قصر تو را در جنت ای عمر دیدم. عدالتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشتن، حضرت 10.5 سال خلافت کردند. همسرش روایت میکنه که در دوام 10.5 سال خلافتش حضرت شبها خواب نمیکردند. 10.5 سالی که خلافت کردند، در دوام 10.5 سال یگان شب خواب نمیرفتند. مثل پاسبان برین، مثل نگهبان برین در کوچه های مدینه میگشتند که مبادا شخصیت خیانت نداشته باشه، مبادا شخصیتی که در اهل مدینه ضرر و زیان نرسانه. حتی میگه شب از شبها اون پاسبان هایی که در مدینه میگشتند، از بس که تاریک بود، حضرت عمر میگه یعنی که دیدن که یک شخصیتی تنها میره، از حضرت پرسیدن، هرچند سوال کردن، حضرت میگه با اونها صحبت نکردن، چون که بعد از نماز خفتن سخنی بیکار گفتن مکروه است. یعنی جناب پیغمبر بعد میدیدن انسان گفتن وقتی که خفتن نماز خفتن شخوان، یا باید خواب روه یا که ذکر گویه. وقتی حضرت عمر میگه اون پاسبانها دستگیر کردن، هرچند پرسیدن، حضرت عمر میگه برای اونها جواب نگفت. حضرت میگه بردن در زندان انداختن. زندانهای اون زمان زمین کندگی، یعنی چخور بود، در درون زمین بود و بالاش محکم میکردن، هوا نمیرسید. حضرت میگه تا سحر در زندان محکم کردن پاسبانها، در تاریکی نشناختن. وقتی سحر شد آمدن، میگه ده پوشه اون یعنی زندان چاهشونه گرفتن، دیدن حضرت عمر است. بعد بسیار بخشش پرسیدن، گفتن ای حضرت، یک جمله یک کلمه شب با ما صحبت میکردیم، ما شما را آزاد میکردیم، امشب تا سحر عذاب کشیدی. میگه حضرت عمر چی جواب گفتن؟ گفتن با یک شب عذاب شما من خود از عذاب قیامت خلاص کردم. با یک شب عذاب شما من خود از عذاب قیامت خلاص کردم. حضرت روز میگه در مدینه میگشتن، کوچه های مدینه را خبر میگرفتن، دیدن همه آرام است، دیدن از مدینه بیرون یک روشنی هست، شخصیت آتش گریان کرده است، علا کرده است، روشنی هست. حضرت میگه در حال یعنی دو گرفتن به سوی اون روشنی. چی فکر کردن؟ تن مبادا یگان راهزنی نباشه، یگان خیانتکار و دزدی نباشه که قصدی یعنی خیانت و دزدی مدینه آمده باشه. میگه وقتی نزدیک شدن، دیدن یک زنی هست، همراهیش 3 فرزند 3 طفل دارد که طفل ها یتیم هستند، بی پدر هستند. اون زن یعنی علا کرده است، در بالای علا یک دیگ ماندگی است، در درون دیگ کمی آب است، چند دانه سنگ. مادر همونها را میکابه. بعد از اون حضرت عمر پرسیدن،
حضرت عمر پرسیدن ای مادر چیکار میکنی؟ این مادر گفتن که این کودکام، این طفلهام یتیم هستند، گرسنه هستند، چیزی خوردنی نداریم، ما گرسنه هستند، از گرسنگی را خوابشون نمیبره. اینها را من به گپ گرفتم، اینها گویا فکر کنن که مادرمون اوقات کرده سوده میخوریم تا اینکه خوابشو ببره، خوابشو نمیبره. بعد میگه این زن یک جمله گفت این عمر خودش در خواب استراحت است، خودش خورده سیر در خواب استراحت است، نمیدانه که زیر دستا و قومش چی حال دارن، نمیدانه که یتیمهای دورش گرسنه هستند. میگه حضرت عمر وقتی این سخن از این زن شنید وجودش لرزه گرفت، وجودش لرزه فرا گرفت. این زن نشناخت حضرت عمر، در حال میگه گشت دو گرفت به سوی بیت المال. بیت المال خزینه اسلام است، اون خزینه و ذخیره که یعنی مالهای اسلام اونجا گذاشته میشد. آمد دری اون میگه بیت المال ازد، شخصیتی که اونجا پاسبان بود، نگهبان بود، در کشاد، دید حضرت عمر یعنی پادشاه امیر المؤمنین. گو حضرت در این شبی تنجی هست؟ گفت در کشاد. گو جای آردها در کجا هست؟ گو حضرت در فلان جا. رفت حضرت برداشت، میگه قاپی آرد برداشت، در سر کتفش برداشت. این شخصیتی خدمتگار پاسبان گو حضرت گو بگذار من میبردارم، من سر کتف کنم. میگه حضرت بسوش کاهش کرد، گو آیا تو در قیامت گناه های عمر میبرداری به گردن میگیری؟ میگه حضرت گرفت خودش دوان به نزد این زن آمد، به نزد این زنی که گرسنه هست آمد. میگه به دستهای خودش در اون دیگی که علاو کرده بود حضرت خمیر کرد. میگه در اون علاوش در اون آتش نان پخت. این زن میگه برادر بس است، ای برادر بس است، دوامش من خودم میکنم. حضرت عمر گفتن نه. گفتن چی رنگه که من گریه این طفلها را دیدم تا اینکه خنده اینها را نبینم من از نزد شما دور نمیشم. میگه نان میپخت، میشکست، در دهان کودک ها میگذاشت، کودک ها خوردن، خرسند شدن. میگه این زن یک جمله گفت، گو ای برادر، گفت کاش که در جای عمر تو امیر المؤمنین میبودی، کاش که در جای عمر ابن الخطاب تو میبودی پادشاه مسلمان ها. حضرت میگه چیزی نگفت، سر خم کرد خجالتمند. پرسید گوی مادر آیا از عمر شکایت داری؟ این زن گفت که بین من و عمر خداوند خودش در قیامت حکم میکند، احکم الحاکمین است، من میدانم در نزد خداوند چی بگم از روی عمر. میگه حضرت عمر چیزی نگفت، سری خم گشت آمد به خانه را تا سحر گریان خواب نرفت. این زن پرسید برادر تو کی هستی؟ گفت فردا بیای. گفت در همو جایی که حضرت عمر منو میبینی. گفت این زن وقتی آمد دید که شخصیتی که شب خدمتشون میکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خودش است. بعد از آن گفت ای مادر هر چیزی میخواهی، هر چیزی میگوی، من این لحظه به گردن میگیرم، از تو بسیار التماس میکنم که در نزد خداوند از من شکایت نکن. من از حالت شما من ببخش، من از حالت شما خبردار نبودم. یعنی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین شخصیتی داشتن که در او ترسی خدا بود، اون خدا ترسی داشت. حضرت میگه وقتی که هر روزه حصه خود را از حساب بیت المال میگرفت تا وقتی خواب کردن مردم اون حصه خود را نمیخورد، استفاده نمیبرد. به چی خاطر؟ مبادا گدای از درم داخل نشود. در خانهش ذخیره و خزینه نداشت. حضرت چنان شخصیتی یعنی نادار و کمبغل بودند. روزی هم در منبر گفتن ای مردم، اگر عمر از حدی شریعت، از گفتار شریعت اگر کمی میلش به سوی بیرون شود، آیا شما چیزی میگویه؟ یکی از شخصیت بین از اهل اصحاب بلند شد گفت ما عمر به نوک شمشیر راست میکنیم. گفت ما نمیگذاریم که عمر از حد شریعت، از خط شریعت بیرون شود. حضرت میگه پایان شدن، او شخصیت در آغوش گرفتن، از پیشانیش بوسه کردن. گفتن الحمدلله که در بین اصحاب بزرگوار چنان شخصیت های بغیرتی هست که جرأت میکنه حتی عمر هم باشه نمیگذاره که از حد شریعت بیرون شود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باره میگه آمدن برای خطبه خواندن، وقتی در منبر میچخیدن حضرت میگه در بدنش یک کرته بود،
از بالای کرته مثل جیلک های ما بر این یک چیز دیگه زیادتی پوشیده بود. وقتی منبر میچخید یکی از اهل اصحاب گو ای عمر، گفت قیف ایست، گفت دجال منبر بلند نشه، ما تو را گوش نمیکنیم، ما نمیخواهیم سخنهای تو را بشنویم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت سبحان الله، گفت چی شده است؟ گفت این چی عدالت است؟ برای چی که تمام اهل اصحاب یک کرته در بدن باشه، تو دو کرته پوشیده، یک کرته و از بالای کرته با یک چیز زیادتی پوشیده ای. این عدالت است؟ این سرداری هست؟ این خدمت شریعت است؟ میگه حضرت گریان شدن. حضرت عبدالله فرزندش اونجا حاضر بودن. قوم یا عبدالله، گفتن ای عبدالله پسرم بخیز ایجاد. گفتن ای عبدالله تو را به خدا قسم راست شو بگو، این جیلکی کی هست؟ حضرت گفتن که ای مردم، گفتن این جیلک من است. حضرت میگه بعد از اون جیلک از یعنی بدنشو بیرون کردن، پشتی مبارک به جانب مردم گرداندن، کرتشون از پشت گردن تا بینی یعنی میانشون دریدگی بود. کرته از حد زیاد کهنه شدگی که هر باری که میدوختن دوختگی و یا دیگه نمیخپید، رشته هاش جدا میشدند. گفتن شما که از خفای من هسته، من که امام شما هستم، شما میبینی که پشت من دریدگی هست، به خاطر که دل شما هرس نشوه من ای از عبدالله فرزندم عاریت گرفتم میپوشم، بعد از نماز صاحبش میگردانم میتیم. یعنی این عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود که در تمام دور خلافتش حضرت عدالت داشتند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب همچون به عنوان امین، امانت نگهدار فریاد کرد، دعوت کرد نزد خودش. بعضی از منافقهایی که در بین مسلمان ها ایمان آورده بودند اما ایمانداریش و یعنی پنهان میکردن و در اصل اونها مؤمن نبودن، منافق بودن، اما اونها چون ظاهرا مسلمان و مؤمن نشان میدادن، جناب پیغمبر یکی از اهل اصحاب گفتن که اینها را نام نویش کن، نام اینها را نوشته کن تا اینکه در تو امانت بمانه، غیر از تو یگان کسی دیگر باید اینها را ندونه که کیها هستند. این شخصیت میگه اون منافقهای دوری یعنی پیغمبر بزرگوار را نام نویش کرد. پیغمبر بزرگوار یک به یک گفت، اونها اون نام نویش کرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از این خبردار شد، بارها میگه این صحابه را التماس کرد که همون دفتری که نام منافق ها نوشته است همون برای من نشان بده. این شخصیت گفت که این سیری جناب پیغمبر است، من برای شما نشان نمیدم. مجبور کرد، زاره کرد، التماس کرد، قبول نکرد. قصه کوتاه، جناب پیغمبر وفات کرد. حضرت ابوبکر صدیق وفات کرد، زمان خلافت حضرت عمر شد. زمان خلافت حضرت عمر شد. حضرت عمر میگه شخصیت نزدش دعوت کرد، گفت ای فلانی، گفت تو از جناب پیغمبر یک علم میدانی که اون علم منافقهای دورش هست، اگر گفت ای را برای من یعنی که نگویی، برای من قائل نشوی، من در قیامت در نزد خداوند میخیزم از تو شکایت میکنم که تو یک علم پیغمبر را پنهان کردی، یک علم را کتمان کردی. جناب پیغمبر تا هر کسی که یک علم بدانه و او علم بپوشانه به خلق خدا نرسانه، این شخصیت خداوند در روز قیامت در دهانش از آتش دوزخ یک لجام میزنه و به سوی دوزخ میکشانه میبرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه این شخصیت قبیدن، گفتن گفت تو اگر اون دفتر منافق ها را برای من نشان ندهی، من در قیامت در نزد خداوند بالای تو دعوا میکنم. این شخصیت دیگر علاج نیافت. میگه اون دفتر را آورد در نزد حضرت عمر کشاد. حضرت میگه یک به یک نام اونها را، یعنی خودش تنها بود در نزد مردم، نه یک به یک میخواند. وقت تمامی منافق ها را نام هاشو تمام شد، میگه حضرت یک آهی سر کشید و گریان شد، گفت من میترسیدم که جناب پیغمبر نام من در قطار منافقان نوشته باشه. مقصد من برای این نبود که من بدانم که منافق ها کی هستند، مقصدم این بود که مبادا جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام من در قطار منافقان نوشته باشه. یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر خدا ترسی داشت، چقدر خدا ترسیش زیاد بود. حضرت میگفت یا لیت عمر لم تلد عمر، ای کاش که ای مادر عمر تولد نمی کردی. ماذا تقول لربک غدا یا عمر، فردا در نزد پروردگار بخیزی ای عمر چی جواب میگویی؟ پروردگار وقتی تو را بپرسه که ای عمر
آیا تو بندگی کردی نکردی، اطاعت کردی نکردی، عبادت کردی نکردی، در زمان خلافتت یعنی خلافت حقیقت چه پیش بردی نبردی؟ ای عمر تو در نزد خداوند چی جواب میگوی؟ یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر تقوا و خدا ترسیش زیاد بود. حضرت عمر شخصیتی بود که بار اهل اصحاب نزدش آمدن گفتن یا امیر المؤمنین، عبدالله پسر شما یکی از انسانهای بسواد است، یکی از شخصیتهای ذهنی خوب داره، فهمیش خوب داره، شما اجازت بده که عبدالله پسرتون در یکی از شهرها همچون پادشاه اسلام بگذاریم، همچون امیر المؤمنین سردار مسلمان ها بگذاریم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راضی نشدند. گفتن که در نزد خداوند، در محضر خداوند از خانواده عمر یک شخصیت بخیزه پرسیده شود بسنده هست. گفت من نمیخوام که در قیامت در کنار من خداوند فرزند ما بیاره چوخ کنه بگه عمر همراهی فرزندت آیا عدالت کرده یا نکرده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بسیار شخصیت یعنی عادل بودن، خدا ترس بودن، تقواشون از حد زیاد بود. و اون حدیثی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتیم 10 شخصیت بشارتی به جنت داد، دویم نفرش این حضرت عمر بود. و عمر فی الجنه، گفتن جناب پیغمبر، گفتن عمر در جنت است، عمر جنتی هست، عمر اهل جنت است. یعنی که جناب پیغمبر بشارتی به جنت دادن براش.